تعادل کار و زندگی. باز پرده عوض شد. تعادل کار و زندگی یکی از مهمترین عادت‌های سازمانیه که افراد میگن که ببین خانوادت هست، کارت هست. و یه جمله معروف هست که از محیط کار میای بیرون باید سیم قطع کنی. دیگه به کار فکر نکن. این بهت آسیب میزنه. و این جمله معروف دنیل پینکه. علاوه بر جدا شدن فیزیکی، جدا شدن روانی از کار بسیار کلیدی است. یعنی وقتی شما رفتی خونه دیگه نباید به کار فکر کنی. باید کار رو تعطیل کنی. برای همینه بعضی از مؤسساتی که خیلی میخوان پوز بدن، افه داشته باشن، مثلا این مؤسسه هلندی هلدرگروم حتی این کارو کرده. اون اتاقای کارشه، ساعت 5 اینجوری میشه، میزان نیست. اگر دقت کنید اینا کابله و با کابل میزان میره میچسبه به سقف. یعنی دیگه شما میزم نداری. میگن اینقدر باید فیزیک رو عوض کنی که طرف اصلا میاد خونه تو اون محیط دیگه تعطیله، کار تعطیله تا فردا صبح. این چرا اهمیت داره؟ اهمیتش اینه که میگن اگر شما این کار رو نکنی به تدریج فرسودگی شغلی پیدا میکنی. یعنی وقتی از محیط کار میای بیرون باید مغزت رو بتونی خاموش کنی. اگه نمیتونی خاموش کنی نشخوار ادامه پیدا میکنی، فرسودگی پیدا میکنی، خسته میشی. یا مثال دیگهش کارخونه مرسدس بنز این کارو کرده بود که وقتی شما ایمیل یا اس ام اس میدادی تو ساعات تعطیل به فرد، مینوشت ایمیل شما دریافت و پاک شد و با آن پاسخ داده نخواهد شد. برخلاف اینی که میگن الان من تعطیلاتم وقتی برگشتم جواب میدم، میگه وقتی برگشتم ایمیل شما پاک شده. چون برای اینکه دیده بودن وقتی این کارو میکنی رو افراد فشاره، برای اینکه من فردا که میام کارام مونده، پس بذار همین ساعت نگاه کنم. یعنی یه جوری حس میکنه که وای الان کلی جمع شده، مثل برفی که اومده صبح باید برم کلی دوباره جون بکنم. این میگه خیالت راحت باشه، اگرم چیزی اومد پرت میشه و رد میشه. یا وقتی خانم ها اومدن دیدن چرا نمیتونن ورزش کنن بعد از کار، قشنگ اینو توی فیزیولوژی ورزشی اندازه گیری کردن. میگه ببین ذهنم آروم نمیشه، بدنم کشش داره، خسته نیستم، همش پشت میز بودم، ولی ذهنم آروم نیست، میخوام اینو بلند کنم، هی همش دعوای محل کار میاد سراغم، اون فکری که رئیسم گفت میاد سراغم و من نمیتونم فکرم رو آروم کنم. خب ولی همه اینجوری نیستن، یه دم اینجوری هن. اینا چی؟ خیلی راحت کارش رو با زندگیش قاطی کرده، حالا یا گربشه یا بچشه. پس اینا چه کار میکنند؟ اینجاست که به قسمت سوم میرسیم. دیدید یه دونه پیشگیری، پیشرفت داشتیم، لایکینگ، وانتینگ داشتیم، این به مسئله دیگه میرسه. اینایی که این کار رو میکنند، میگه وقتی از محل کار اومدی بیرون بیشتر چی تو ذهنت داره میچرخه؟